آیا می دانستید که 51% از جمعیت جهان را زنان و 49% را مردان تشکیل می دهند؟ آیا می دانید رکورد حبس کردن نفس در زیر آب 22 دقیقه می باشد؟ آیا می دانید یک انسان به طور میانگین 2 سال پای تلفن است؟ آیا می دانید فیل‌ها از موش و زنبور می ترسند؟ آیا می دانستید کوسه ها فاصله های دورتر از 5 متر را مطلقاً نمی بینند؟ آیا می دانستید مورچه بولداگ سیاه در استرالیا با یک گاز می تواند انسانی را از پا درآورد؟ آیا می دانستید درازترین حیوان جهان کرم بند کفشی است که طولش به 57 متر می رسد؟ آیا می دانستید گنجشک 3500 پر در بدنش دارد که می تواند در سردترین روز حرارت بدنش را به 41 درجه سانتیگراد برساند؟ آیا می دانستید دستگاه تنفس کروکودیل به گونه است که می تونه 1 ساعت بدون تنفس در زیر آب بمونه؟ آیا می دانستید علت چشمک زدن ستاره ها جو زمینه نه خود ستاره ها؟ آیا می دانستید شیرینی تنها مزه‌ایه که جنین در رحم مادر هم می فهمد؟ آیا می دانستید یکی از عوامل بسیار مهم بیخوابی استفاده بیش از حد قند و شکر می باشد؟ آیا می دانستید اسکیموها هم از یخچال استفاده می کنند منتها برای محافظت از غذا در مقابل یخزدگی؟ آیا می دانستید سالانه 3 میلیون متر مکعب چوب صرف چوب‌های غذاخواری در چین می شود؟ آیا می دانید تمدن جیرف قدیمی ترین تمدن و شهرنشینی انسان از حدود 6000 سال قدمت دارد؟ آیا می دانستید که روزانه به طور متوسط 12 نوزاد به پدر و مادر اشتباهی تحویل داده می شوند؟ آیا می دانستید به طور متوسط هر انسان در طول عمر خود حدود 27000 کیلوگرم غذا مصرف می کند که تقریباً برابر با وزن 6 فیل است؟ آیا می دانستید که به طور متوسط شما روزی 5000 کلمه صحبت می کنید که 80% آن با خودتان است؟ آیا می دانید که کوبیدن سر به دیوار 150 کالری در ساعت مصرف می کند؟ آیا می دانید در ساخت برج ایفل 2.5 میلیون پیچ و مهره به کار رفته است؟ آیا می دانستید که مورچه ها وقتی در اثر سمپاشی می میرند یا وقتی که از ارتفاعی سقوط می کنند با پهلوی راست به زمین می افتند؟ آیا می دانستید انگور تنها میوه‌ای است که ارزش غذایی آن بعد از خشک شدن